جان حال تو بلقلتونه به خیر ماما جو. خدا تو رو نردون تیار کردن نرسونه به خیر خوشی. شما چی مردم چی رقم مردم بودین؟ کتا مقدار عقلتون نمیکش که نردون عد تیار کنی به بغل دیوال بچسبونی؟ که هوا شرس کده میریزی نمقدر فکر میکنیم هوا پاک یا ناپاک ولی مردم میریزونی. اولولی از این سعی کن که هم خجالت نمیکشی. آخی سعی که مهمیه. چی رقم مردم چی رقم مردم. ماستون برم با نماز رو مگه برم مثلا پس رخته خیلی بس کن. بله سلام مامان نوروز اشتری کشان تیاری به خیلیت تیار هستی میگم یعنی خود تو دادن دیونو چی گفت دانو برای کلانتر تو نیک با اسو شیرتانی یکی چرا مامان نوروز بابا جان همین نودونو خود چه شما عدل تیار میگم پیار خوب بگردون تمام رخت لباس من دم بینماز شد حتی برفتم با موم رفتم سر کله خوششتم چرا از کجا آن نودونو از آسمون هوا میرسه شرس به تا سر آدم چری تو میکنی شما از همین نودونو خواهد به رو به زمین تیار کنی اونجا مخبختمونه از کوچه میگی مخبخت ما اونجاگایه یعنی مدبخت شما میلیوه که اون تا شرس برد و تکل مردم علمی سوزیار که مادر مگاهی میشیرم بیبیم میشیرن مثلا چلا پس اینا میدنم به کوچه راست میگه مامان آل خوان سرکلی شما خوش که مثل که اینا رو طالب برخ میکردن تو چه دالیش وزجوی اینا رو رختار خیواز کردن میگم خب ماما جو شما خبر داره که به من دیوال نودونی از اون راتی تو تاشون بادن دیونه بگو ماما بابا شما یاد میدم میگم برای کلانتر خودی یک دقیقه صدا کو یک سه چرخی بگیریم از کوچی دگه بریم تو هم برای کلانتر خودی صدا کو دینو ما فقط ما مسخری از دین هایون اما در عقل اینا نمیکش که نایدون خراب دسته تیار کنم چه رسه و میره دو تکل مردم سلام علیکم و علیکم السلام شنش تیاری خوبی میگم بله امسای جان بفرمایید مامان از این بیشتر امسای زری به درد نمیخوری پیار خوبه گردم راست میگم چرا شما می‌نویدون عمومی تشنابی اگر بالکونی اگر مرگی هست مخبخ چرا می‌نویدون خلالایت زمینی تیاره میکن که زمین بشاره که تو به تکل مردم بشاره بالی شما رخته اینا میگن تمام رقص لباس و سر کله مرام لماش برفت رخته خیواز کردم برفتم با عموم رفتم سر کله خوششتم ماستون برو منماز پیشین برو قلب او ریختگی لگ بالی نگردان مبند باشه لالا لنده من عرق بیبی سوزیار میشیره میرزه بر اینجا رو میکشه میرزه به تا مخبخ میرزه اینجا شرس میرزه باکا جو همین نودونه خورد ایت زمینی ایتن که زمینی تیار کنه ماما نوروز خاله ببخشیم ماما جو این کار شما بخشیدن که ما ببخشیم خیلی ببخشیم ما او تیار میکنم به بغل دیوال حالت تا میکنم او بروی زمین از زیر زمین هر روز میگن مرتکه سر کله خوب شده دست شما رخت لباس خوب میشیره ماما نوروز انو گناه کریمه که شما هر روز لمش میشیم اگر نه شما به سم و همون بریم میگم میفرق سبون قالب چندیه قالب سیری به سبون نصرف کن هر روز که هر روز روم به من بر بروی مواچته خاله ببخشیم ماما جو بابا ببینی هوا پاک بودی چه هوا بود که با سر کله مره نه سوزی بده گردن من باشه سوزی بده من گیلک رو دروغ نمیگه نه حالا ندیدم من دیدم بیبیم سوزی میشیش تو تاشون برد اینا بگو ببخشیم ماما نوروز دیگه خیره ببخشیم گفتم این کار شما بخشیدن نیه مودا اگه پیری دگاه مودا نویدو شما میره قمت نویدو نمیکنم بیبی ماما نوروز بیا بالا نگاه کن برای خداحافظ دیگه کارخونه کن نویدون خورد تیار کن ماما جو چشم خاطر دیگه تیار کن دیگه مسخره کردی خوب
همین نایدون گیلک مگر اتیار کنی میتهم میشه که هر روز همسایه بیای به قیادات چه بابا جون راست میگم لالا این مسکین بیچاره گردن ما بند باشه نیه ای با عمر خود طاله شاید که به 3 ماه یک دفعه به عموم نره بازم خوب شد که می او از جو برخ به تسر کی سر کلی ازی پرگل شد لمه شد که بر حداقل هم عموم مسکین هم ازی خیر ببینه بعد اگیل لگی کارو دیگه مگر اتیار کنی بله خب بچه‌شون صبح مستولم پول مستولم میگم بدین که برم بغل دیوال بشونیم اینو به تسلک که دیگه مسلمونا بینماز نشه راست میگم اون امروز بینماز شده لباسایا اونو مثل همسایه ما انسک های اگر یار مرا دیدی بگوشه ها دلارمی بگو کالای نه و خور بپوشه جانم های اگر پرسید که گیلک ایشته شده آخ بگو گیلک به غم آید پلوشه سر آستین ما را کون دیدی خود هوشیار مرا دیوان دیدی وی بدیدی که شیدای چیزی نداره سلام علیک خور از من بریدی جان محبوب با قربان دمی دروازه میشم صدا تور میشنوم استاده میشم وی صدا تور میشنوم از دور و نزدیک مثال قمچه گل تازه میشم جان محبوب بسه گیلک بسه خوبه میفهمی برام چی گفتن؟ نه چندیه؟ 500 آفرین برو مترو لولا رو بگیرک برو به لولا فروشی لولا بستو بیار تیار کنی که همسایه به شکایت آمادم آها لولا تا کوچه اگه به شکایت آمادم میای ما از اینجا بدر میکنم بلال میگفتم که عباس بره لولا بخره با تو بیا میدی به سر ما امر میکنی خوب یا برو لولا بستو یا بغل برو به تا کوچه بغل لولا رو بکن ما من لولا میسم یا لولا تیار میکنیم چی میکنی؟ تیشه نداریم به خونه کدو کار به گردن خو میگیری من برو لولا میخرم برو بخیر اگه به تر رفت و ما با سمالش چوری پوری کنیم 1 روپیه خرج نمیکنی که برو مثل لط میکنه تو وخی برو ما چی میفهم چندیه او برو 5 متراش کنه که من میرم بیا خودیم چریک دارم من آره بیا من تیشه بزنم بغلا رو بکنم چریک دارم من چریک دارم